صحابه را جناب رسول گوی فلانی گفت یک گپی به جای دلیلم دارم یک گوش که گفت سلام به امتایی که بعد میایم به همه شب رسون سلامم را رسان بر امتان محمد گوی مشتاق شما بود که شد وابسته دام اجل زود امتان بود که محمد در حسرت در حقی بود که هر یک کدام شما را ببینه و هر یک کدام شما زیارت کنه و به شما صحبت هزارها افسوس که وابسته دام اجل شد که بودش آرزوی روی امت دریغا که ندادش مرگ فرصت از نوشته که جناب رسول آرزو داشت که هر امت چه ببینه نه که هزارها افسوس که مرگ برای او فرصت نداد چون این گفته زی عالم چشم پوشید زی عزرائیل شراب مرگ نوشید از مثلا میگه سلام گفته و غم امت خورده رسول اکرم صلی الله علیه و آله دنیا چشم پوشیده بود و جان دادن نبودی غم ز جانش بخوردی غم برای امتانش وقتی جان دادن هم حتی جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم غمی چه نخورد و غمی ما و شما امتی که بعد میاییم و نمیبینیمش و در قدر رنج و مشقت عذاب دنیا مبتلا میشیم غمی ما را خورد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ای بین اکنون محفل مولود یک سه درباره اخلاق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم تا که برای ما درس شد اصل خداوند برای ما در قرآن میگه که ولکم فی رسول الله اسوة حسنه برای شما میگه امت اسلام ای مسلمان ها در رسول خدا در محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم یک عبرتگاه خوبه هست که هر یک کدام شما باید ای او مثلا عبرت بگیره و پند بگیره و خودنا به همون مانند کنه چرا که امروز در دنیا در عالم یک بگیم رفتار یک رویه و یک ماده نو پیدا شد و هر انسان حرکت مینه که چه با مانند کنه چی ای لباس باشه چی ای سر بدنی باشه اما ما را پروردگار میگه که برای شما عبرتگاه تو جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زندگی او حیات او اخلاق او رفتار او کردار او برای شما درسی بزرگی هست که هر کدام شما باید از همون درس بگیره و عبرت بگیره و موافق حیات همون حیات داشته باشه آیا جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه اخلاق داشت اصل خداوند خودش در قرآن گویای او هست که و انک لعلی خلق عظیم و ای محمد صلی الله علیه و سلم تو بزرگترین خصلت داری تو بزرگترین خلق داری خصلت و اخلاق و رفتار و کرداری که دت هست از همه بزرگترین و بالاترین مقام و بالاترین مرتبه اخلاق دت حضرت عایشه مادرمون اهل اصحاب پرسیدن گفتن یا ام المؤمنین ای مادر مؤمنه آیا جناب رسول الله چی اخلاق داشت که خداوند وصفش کرد قدر در قرآن تعریفش کرد که بزرگترین خصلت داری میگه حضرت عایشه مادرمون که اخلاق جناب رسول الله سراسر قرآن بود همین قرآن هر چیزی که گفته است یگان لحظه یگان قدم از گفته قرآن بیرون نمیموند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر عملی که میکرد موافق به گفته قرآن بود هر چیزی که میگو حتی گفتارش خداوند در قرآن گفته که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی محمد صلی الله علیه و سلم اگه پیش خودش نمیگه هر چیزی که بگه او وحی هست امر پروردگار گفته خداوند برای شما میگه ببینید که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پروردگار چقدر در قرآن وصف کرده است باید که ما و شما هم امت چرا که حضرت مولا گفته که شاخه از شاخزار مصطفی گل شو از باغ و بهار مصطفی از بهارش رنگ بو باید گرفت بهره از خلق او باید گرفت باید ما و شما امت یک شاخه یک نوده ایو درخت باشیم که اصلش محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باید رفتار و کردار ما اخلاق ما عمل ما موافق و مناسب و مانند به رفتار و اخلاق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در روایت هایی که مشهور هستند هم الحمدلله میدونن شو حتی جناب رسول الله با دشمناش دوستی میکرد دشمنا را دوستی میکرد آزارشون نمیداد روایت ها میگه یک روز جناب رسول الله در قطع کوچه برآمد دید که یک پیرزن یک کمپیر پیر خیلی قامت چنگ زده در دست یک خلطه هست که در درون او گندم داره خیلی بارش وزینه که به زمین کشیده میبرش زورش نمیاد که پشتش کنه یا هوچش کنه میگه وقتی جناب رسول الله او را دید بعد رفت گفت ای مادر گفت بیا من تو یاردم کنم بیا برد تا گفت منزل تا ببرم بعد میگه همون
قابچش پشت کرد بر ببرش میگه و پیرزن تعجیب زده اینطوری اخلاقی که کلانترا را حرمت کردن یاردم کردن او شب روز نبود، اینطوری ادب نبود و حین میگه این زن دید تعجیبش زد. بعد او قابش پشت کرد تا پسی دروازش بردش گفت فرزندم بچم گفت بس همینجا مانش گفت شما خودم میدارم. و مادر گفت خیلی وزینه گفت انبار جای همون انا چیز میموندگی آرداد دگی جای بگوده همونجاش میبرم. بعد میگه پیرزن گفت در فلان جا برد. وقت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم موندش نشناختش او پیرزن نشناختش. بعد گفت فرزندم گفت در این شب روزی که ما زندگی داریم مثل تو برین جوانی با ادب و با اخلاق وجود نداره. خیلی تو دلی صاف داشته، خیلی دلی ملایم، دلی برحم داشته که با من پیرزن دل سوخت. گفت من یه نصیحتت میدم، همین نصیحتی من پیرزن گوش گفت. جناب رسول الله گفت بجان بچه‌ش مادر چی میگوی؟ گوی محمد ورمده گفت جادوگره گفت، ساحره گفت، او جنون دیوانه گفت. دعوای پیغمبری داره مردم فریب کرده. یکی دادام هم نفتی که قدر دلی ملایم داری، یکی دادامش نفتی که فریبت کنه به هم باور کنی و ایمان بیاری. میگه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لباش تبسم، لباش میل خنده کردن گفت ای مادر با محمد که شما دیوانش میدونه، محمد که شما ساحر جادوگرش میدونه. اما گفت وقتی مادر چیزش شنید حیران موند، علاج نیافت که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. شهادت میتونم که غیر الله دیگه خدای وجود نداره. تو در اصل با این اخلاق خصلت کرداری که داری غیر پیغمبر دیگه شخصیتی کار نمیکنه. من شهادت میتونم که تو پیغمبری برحق مادر شخصیتی که دشمنش میدونست چقدر طعنه قدی با بدی دیوانه های گفت چیه؟ جادوگر های دروغگو های فریبت نکنه. نکی وقتی رفتار و کردار و اخلاق شدید ای تحت دل ای جان دل اقرار کرد کلمه شهادت و ایمان. اما اخلاقش برای مردم یک عبرت بود که به دعوتش قبول نمیکردن، وقتی اخلاقش میدیدن جانشون فدا میکردن. سلمان فارس رضی الله تعالی عنه پیش اسلام آوردنش چند دین دیگر سنجش کرد. آتش پرست بود. بعدی آتش پرست یک گروه دیگر رفت در قوم مسیحی ها نصرانی ها کوشید. در یگانش آرامش احساس نکرد. خیلی عمری با برکت و دراز دید. وقتی رفت نزد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید که دینش دینی محبت های، دینش دینی شفقت و دلسوزی و مهربانی و غمخواری و سعادت و سربلندی و شرافت و کرامت و حرمت و برکت و فضیلت و هر چیزی که دل انسان میخواهد در دین محمد یافته میشه. وقتی رفت جناب رسول الله را در این اخلاق، در این مقام و در این حرمت دیگه خچه در آغوش رسول الله پرداخت نکرد. و سلمان من آل البیت، جناب رسول الله سلمان ای اهل بیت، اخلاقش سلمان با او عاشق کرد. بلال غلام ای مولاش رو گردوند، ای مولاش رو گردوند الله احد میگفت. و غیر بلال هم بسیار شخصیت های بود. وقتی که جناب رسول الله رو با او اخلاق میدیدن جانشون و تمامی هستیشون فدا میکردن. دلنواز بود جناب رسول الله، مهربان بود، رحیم بود. چقدر عبرتگاهی خوبه بود که هر کسی وقتی میدید دیده برابر عاشقش میشید. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که در مکه 13 سال دعوت کرد، مردم ازاره میکرد، التماس میکرد، نصیحت میکرد. در حدیث میگه مثال من، میگه مثل من و مثال شما اومد، میگه مثل یک مرده که حدیث صحیح خوره، یک مرده که در صحرا میگه آتش گریان کردگی در یک شبی و در او آتش میگه تمامی پروانه ها و پشچه های در صحرا میآیند خشونا میزنن در اون آتش میسوزونن و این مرد میگه هرچند حرکت مینه که اون پشچه ها را بگردونه سر راهش ما بگیره که در آتش نزنن نسوزن. مثال من و مثال شما مثل همون مرد در اون پشه های میره. من حرکت میکنم که شما را آتش خلاص کنم، لیکن شما ایرا نمیخواهی، شما میکنی خطونه در آتش میپرتایی.
13 سال به آب دیده، به رحم و مهربانی، به زاره و التماس مردم مکه را دعوت کرد. التماس کرد، زاره کرد، میزدنش، تحقیرش میکردن، گپای بدش میگفتن، جواب نمیگفت. حقش رو دعا میکرد، دعای بدم نمیکرد. پروردگار اللهم اهدی قومی فانهم لا یعلمون، هدایت کو اینا نمیدونن. به حالتی رسید که این شخصیتی که قدر غمشون میخورد قصد کشتنش کردن. و حکم امر پروردگار قطعی ای مکه هجرت کرد. خداوند امرش کرد گفت براک. یک سر در جمعه هم بیان کرد. وقتی میگه رفت در غار ثور، حضرت ابوبکر قطعی همراهی بود. ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله، گفت نگاه کنید ما قدر رسول الله را نمیدونیم، تمام موجودات ها عاشق رسول الله بودن. حضرت ابوبکر گفت یا رسول الله، گفت شما بیسته، من اول غار بدرم که در جگان جونداری نباشه که شما را بگزه یا شما را ضرر برسونه. بیسته من بدرم اول غار خبر بگیرم. بعد اگه حضرت ابوبکر در مد و خار خس سنگ چوبی که در درون غار بود همه را تازه کردید که درون غار چند شکافی داره، چند سوراخی داره. میگه علاوه دومنش درون ایالا اونها را رس میکرد. چند اونها را رس کرد، میگه دش کافیش موند، لاق خلاص دیگه لاقی نبود که رس کنه. بعد حضرت ابوبکر میگه سنبای پاش زد دهمچه، سنباش زد گو یا رسول الله ادخل، یا رسول الله گو داخل شد بدراک یا بدرا. رسول اکرم صلی الله علیه و که میگه ای غار ثور تا مکه الله تا خانه را قریب 20 کیلومتر، وقتی که در شب رفته بودن با شلپر بودن، میگه درمد شب خوشم جناب رسول الله خواب نرفته. در من میگه بعد در بغل حضرت ابوبکر سرش موند و خوابش برد. وقتی که خوابش برد میگه اون مار چند وقتی زیاده جناب رسول الله میگه در همون غار انتظاری میکرد و یک الهامات خداوند و خبر کرد که همینجا بیست دیدار حبیب مت میبینی. میگه مار ای هر سراخی که میومد جلاق محکم کرده برمده نمیتونست. وقتی دایش اومد که سم پای حضرت ابوبکر مونده، بعد پای حضرت ابوبکر گزید. پای ابوبکر گزید، میگه نش زد. حضرت ابوبکر میگه من پا ما نگرفتم، گفتم چه باشه مایلش من بگزم، من ضرر برسونه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نگزه. میگه به حالت رسید که ای زهر ما را میگه مغز سرم سوخته گرفت. میگه دیگه خدمت قپیدن نتونست، سرم سوزا گرفت. میگه آبای دیدم در ریختن زدن. وقتی جناب رسول در بغلش بود میگه آبی دیدم وقتی چکی در رخساره جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چکید. میگه وقتی آبی دیده در چهره جناب رسول الله چکید، میگه بیدار شد. گویا ابوبکر چی گریه داری؟ ما یاب که برای چی گریه می‌کنی؟ این لحظه ایمینه، میگم خوف خطر نیست برای ما چی گریه داری؟ میگه گفتم یا رسول الله سه پام کسید، پام چه کسید. میگه جناب رسول الله خیسه بغلم پای حضرت ابوبکر میگه آبی دهنش گرفت کمتر شکید، درد همون لحظه میگه نابود شد. و جناب رسول الله میگه سنی مار که این مار گفت یگانه رفیق شریک مونیسی این سفر من ابوبکر برای چی پاشه گزیدی؟ میگه مار گفت که یا رسول الله من ابوبکر گفت من عاشقم. عاشق مکلف نیست، عاشق عقلش در جاش نیست، عاشق دیوانه هست. من سالهای زیاد در این غار انتظار دیدار تر کردم، این ابوبکر با میخواد که من ندیدن من کنه. سالهای زیاد اینجا انتظاری کشیدم که دیدار شما رو ببینم. ابوبکر میخواهد که من ای دیدار شما من کنم. من ابوبکر یا رسول الله گفت من مکلف نیستم، گفت عقلم در جام نیست، من دیوانه ام در عشقت. اونجا برآمد قصه کوتاه رفت به مدینه. مدینه وقتی رفت تمامش سردارها و اشرافها پیشوازش گرفتن، رئیسها و سردارهای قبیله پیشواز برآمدن. هر کدومش میگه که جناب رسول الله من خانم میبرم. اهل مدینه پیش رفتن هجرت رسول الله ایمان آورده بودن. هر کدومش میگه که من میبرم رسول الله را، من خانم میبرم. هر کدومش میگه دعوا میکرد. در بین اهل انصار میگه یک ایوب انصاری گفتنی بود بسیار کم بغل بود، ای همه کم بغل ترش ایوب بود. میگه هر کدومش می اومدن یا رسول الله جای ما جای ما جای ما. جناب رسول الله میگه که من مأمورم، من خداوند جایی که امر کنه همونجا میرم، به اختیار خودم نیست. من اشتر امر مأموره، گو خداوند امرش که در جایی که خواه جای من همونجا میشوه، جای پروردگار امر بکنه همونجا میرم. میگه همه اهل انصار انتظاری میکشیدن که جناب رسول الله کدومی ما را اختیار میکنه باشه برای خانمون رفتن. همه انتظاری. میگه حضرت ایوب و مردم خیلی بیرون دور گردن کج و حسرت، میگه حسوس میخورده و دلش که کاش که من هم بای میبودم در قطار انسانایی که دعوا دارن که پیغمبر خونم بریم
در قطار همین آمدم جناب رسول الله را خونم میبردم، خدای مبارکش در حولی من میرسید. میگه گردنی کج ای دوری حضرت ایوب انصاری نگه میکرد. وقتی ای بالا، البته را به امر بالا نبود، امر رشید برای جناب رسول الله میگه نگه کرد. بعد ایوب دید که ای همه دور گردنی کج نگه داره، گوی جا بیا حضرت ایوب ایست گرز نگه کرد، هیچ کنیز در بارش من گو تو ایجا بیا. وقتی ایمان میگه جناب رسول ای خرسندی میگه گریه میکرد. حضرت ابوبکر میگه یکمین شخصیتی که ای خرسندی گریه مینه ایوب دیدم. یا رسول الله چی میگو؟ جانم فدایت، پدر و مادرم فدایت. گفت من خونه تو میرم، خونه شما میرم. میگه ایوب در کرتش نمیغنجید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خونش برد. محبت اهل میگه وقتی خونش برد، حضرت ایوب میگه خونه دو آشیانه بالا با بالا داشت. یک خونش در تنه کوه بود، دیمش در بالا، با قبلی که خونش زمینی بود دیمش در بالا. و جناب رسول الله گفت که ایوب گفت من در این پایون زندگی میکنم، در این پایون، در خونه پایونگی، چون که پیش من مردم زیاد میآیند، در او بالا برای مردم مشکل میشه برمدن، من همینجا زندگی. گفت با جان و دل که جایی را که اختیار کنی شما همونجا. میگه یکمین خانه را اختیار کرد جناب رسول الله. 3 ماه حضرت ایوب میگه در دیوم ایتاژ در خونه خودش ندرمده است که من در بالای جناب رسول الله میفرم زندگی نمیکنم. بعد 3 ماه به سببی ای زنها شنیدن که ای مادر ام المؤمنان میگه شنیدن، بعد جناب رسول الله فهمید که حضرت ایوب در بیرون خوابه. بعد رسول الله گفت که ایوب اگه بیا بود در جای ما بالا میبریم. ببینید چقدر محبت داشتن. 10 سال در مدینه موند، به روایت 8 سال، البته حساب و کم زیاد هم. وقتی که گشت دوباره به مکه را آمد، فتح مکه، میگه وقتی که در مکه داخل میشه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، ابو سفیان و هند این شخصیت ای همه قاتل ترین سخت ترین دشمنش بودن که آخر بعد ایمان آوردن. میگه هر دی اینها ای تار خونه یا ای بلنده نگاه میکردن که جناب رسول الله ای بالای که در درون مکه میخمید، ای در کنارش اهل اصحاب. میگه ابو سفیان گفت که زن، سنی هند گفت بسنی زن گفت وقتی که محمد ای مکه ورمد بیرون شد، دل تمام اهل مکه را همراهی خودش گرفت برد به مدینه را. گفت خیال کردیم که مدینه یک قبرستون یک گورستون شدگی دیگه زنده یگان کس نمونده است. وقتی که ای مکه بیرون شد، دل همه اهل مکه را همراهیش برد. میگه هند گشت گفت که مرد، ای شوهر گفت، ای شوهرم گفت من فکر نمینم که محمد در درون مکه درمده ایستاده است. من احساس می‌کنم که محمد در درون دل من می‌درآید. خیال می‌کنم که ای نو جون در بدنم درمده ایستاده است که حال ایمان آوردن. میگه راست اومد درون کعبه الله که البته او زمان در بت‌ها زیاد بودن، بت‌ها را میگه میشکست، ای خانه بیرون شو میکرد. آیت که قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، آیت او لحظه نازل شد. میگه آیت تلاوت میکرد و بت‌ها را ایالا پاکیزه کردن میکرد. وقتی که همه درون خانه را ای بت‌ها پاکیزه کرد، حضرت بلال فرمید گفت برو در بالای کعبه اذان. حضرت بلال اذان گفت، تمام او اهل مکه که دشمناش بودن، در قصد کشتنش بودن، همشون میگه خشونه آوردن تسلیم کردن، جناب رسول الله سپاریدن، دیگه الیاد نداشتن، اومدن خشونه سپاریدن، گفتن که اختیاری ما در دستید. وقتی میگه خشونه در جناب رسول الله سپاریدن، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ما تظنون عنی فاعل بکم، اگه فکر شما، گمان شما چه من چیکار تو مینم، در قصد کشتنم بده، ای وطن زده سرم کرده، عزیزام حمزه را پاره کرده، چند صحابه ما در پیشم کشته، قدر رنج عذابم داده، در حق خونم تشنه بده، این لحظه در دستی من اختیار تو، اگه چی فکر داره من شما را چیکار تو میکنم؟ ما تظنون عنی فاعل بکم، میگه چیه فکر شما، گمان شما در حق من چیه، چیکار تو میکنم؟ میگه همه به یک زبان گفتن قالوا اخ کریم و ابن اخ کریم، ما گمان داریم که تو برادری بخشنده ما را میبخشی، ما فکر داریم که تو برادر و پسر برادر بخشنده، عمک بچه بخشنده، تو اولاد قبیله ما بخشنده ما را میبخشی، ای تو بوی بدی، بوی عذاب و بوی قصد نمیآید، ما ای تو گمانی بخشش داریم که ما را میبخشی، ما را عذاب نمیتی، ما را نمیکشی. میگه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه تبسم کرد، گفت اذهبوا و انتم طلقا، گفت برید حمد آزاده، برید
بگو شما یگان تد اسیر نیستی، همه آزاده. گفت بره اختیار تو دخت. یگان کس شما را آزار نمیده، یگان کس از شما قصد نمیگیره. گفت بره همه آزاده. اون مال و ملکی که ای مکه غنیمت گرفته بودن اهل اصحاب، جناب رسول اکرم صلی الله علیه و میگه با فرمید دوباره در اهل مکه با تقسیم شو کردن. سردارهای مکه را ابو سفیان و دیگر که سردار بودن، میگه همون مالا را دوباره تقسیم شو کرد. به چی خاطر؟ برای دلبرداری. رسول اکرم صلی الله علیه و آله یکمش که اینا دینشون ای دست دادن، دیمش که منصب و سرداریش ای دست دادن، از دل شکستگی یا را دلبرداری کردن در کار. و دشمن نگه چه خیلی دوستی داره. میگه بود دوباره مال و همو ثروتی که ایخچو غنیمت گرفتن با گردون تقسیم شو کرد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله. یکی از شخصیت ها اهل انصار میگه همراه جناب رسول الله، البته انسان گاه وقتی میشه خطا مینه. بعد گشت گفت که ما جناب رسول الله یاردمش کردیم، در وطن مجاهش دادیم، همه وقت دقتش چخ بودیم، این مال غنیمت حلالی که گرفتیم با گردون در دشمناش تقسیمش کرد. میگه این سخن اومد در جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسید که انصاری ای کار کردگی شما، این کاری که دوباره او مالی غنیمت دایی اهل مکه تقسیم کردی ناراحت شده است. میگه جناب رسول در حال فرمید خطبه منبر درست کردن، خطبه خون اهل انصار مدینه را، او شخصیت های مدینه همراه شدن، همه را جمع کرد. میگه سنشو فریاد کرد، گو یا معشر الانصار، گو ای انصاری ها، ای مدینگی ها، ما مقالتون بلغدنی عنکم، گو چی گپی که ای شما با من رسیده، چی مقاله های که یاردمش کردیم، در قد شخ بوده، در وطنم جاش دادیم، این چی گپی ای شما با من رسیده است؟ الا ترضون ان یذهب الناس بالشاء والبعیر و انتم ترجعون برسول الله. شما راضی نمیشه که این مردم مکه گاو و گوسپند بگیرن، شما پیغمبر قطعی تو بگیری بری با وطن؟ شما راضی نمیشه؟ گفت دنیا میخواهی؟ میگه مردم عرب عادت دارن که در سراش نمالن، اهل مدینه همه ای شرم حیا رو میگه، بعد نمالها رو پیش کشیدن سنی بالای چشم شد، سرا خم شد همه که چی گپ ای ما فرمود در حق جناب رسول. میگه گویا شما راضی نمیشه که این مردم مکه گاو و گوسپند بگیرن، شما پیغمبر داشته باشه، دنیا میخوری و پیغمبر؟ راضی نیسته که مردم گاو و گوسپند بگه وطن من میتونم که بیستم در این مکه؟ شما راضی نیسته که مال ای ربطم شما را من همراهی ختم بگیره بره؟ آیا راضی نیسته شما؟ میگه همه سرا خم شد اهل مدینه، اهل شخصیت های سخنه گفتن. میگه بعد دوباره گشت گفت یا معشر الانصار، ای انصاری ها، گفت لو سلک الناس شعبا لسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار. اگر همه مردم دنیا در ره بروند و مردم انصار مدینه در یک ره بروند، گو من در همون ره میرم، همراه هم انسان های میرم که در ره اهل مدینه و انصار رفته، من همراه مدینگی ها میرم. گفت یکمش که سرزنش شو کرد، برای گپی گفتگی شد. دیمش وقتی که غمگین شدم با دلبرداری شو کرد، گو اگر همه مردم دنیا در یک ره بروند، شما در یک ره، من همراه شما میرم. که آواز گریه‌شو بلند شد دیگه، ای داغه، ای بی‌طاقتی را، آواز گریه‌شو بلند شد. میگه با سوم بار گشت گفت که یا معشر الانصار، گفت المحیا محیاکم و الممات مماتکم. ای مدینگی ها، گفت زندگی من در وطن شما همراهی شما های و مرگ و مردن من در وطن شما همراهی شما و در وطن شما های. گفت میگه دیگه طاقت نکردن، آواز گریه بلند گفت کفا یا رسول الله، بس مونه، دیگه طاقت شنیدن بس مونه، ای زیاد نگوند کرد. یعنی که جناب رسول الله هر یک شخصیت کو موافق رفتار و کردارش با او صحبت میکرد. یگان کس سرزنش نمیکرد، یگان کس تأخیر نمیکرد، یگان کس بد نمیگفت. در اصل رحمتا للعالمین بود، در اصل بخشنده مهربان بود. با دشمناش دوستی میکرد. همسایه داشت، چند وقت پیششون قاری هم حدیث خونده بودن در یاد اومد، همسایه داشت، میگه وقتی جناب رسول الله بره میگذشت، ای سر دیوال میگم غجدی های حولینش، بعضی روایت ها خاکستر میگن، بعضی هم حولین خاص خاشا که حولین میگه، سر دیوال در سر جناب رسول الله میشه همسایش. ای بخیلی را دشمن، میگه هر روز عادت شمی بود. چند وقت میگه جناب رسول الله چند روز گذشت بعد محله که هم همسایش غجدی نشد سر دیوال، اومد میگه درش زد، درش کت که زنش در روی کر زنی بود یهودی و دشمن. چی میگوی؟ دشمنش میدونستن. چی میگوی؟ کجا آمده؟ همسایه من دیگه جای.
چیکارش میکنی؟ چند روزی به همین راه میگذرم در سرم غرضی نشپیده سوده است. تشویش دیدم که کسل نباشه. کسل باشه خبرگیریش اومدم. گو کسله. گو من اجازت خبرش بگیرم. میگه گو بیا بود رحمانی نیست. در من میگه او کسل خیلی سخت. شما شقیدگی. بعد در تار سرش وقتی جناب رسول در من میگه شلفه پای رسول را شنید میگه شما شو کردی که جناب رسول. کجا اومده؟ گو با قهر. با چی اومده؟ همسایه چند روز برق گذشتم در سرم غرضی نشپیدی. تشویش دیدم که بیمار نباشه. فهمیدم که بیمار خبر گیرید. وقتی تا این حالت مهر و محبت جناب رسول و مهربانی شدیدن میگه در اون حالت بیماری و در جاگش هم که بود بعد گشت گفت که اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. شاهدی میتونم که غیر خدا دیگه پروردگار وجود ندارد تو پیغمبر خدای. غیر پیغمبر دیگه کسی کار کرده نمیتونه. در اصل رسول اکرم صلی الله علیه و شخصیت بزرگوار. چنانکه که همه علما و همه محققای دین در این قول تصدیقا اقرارن که جناب رسول در همون زمان جاهلیت 5 خصلت داشت، 5 فعل داشت که حتی دشمنا یادش میکردن. در اصل اینها بدن: محمدی امین، امانت نگهدار، حتی با دشمنش خیانت نکرد. وقتی که خواست هجرت کنه حضرت علی اگه که علی در جاگاه ما خواب را این مالایی که در این کنج خانه میبینی نه ای فلانی 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 دشمنای کافرا یا امانت اندامون بعدی رفتن من در صاحباشو برسون شد که خیانت نشود. محمدی امین نگاه با دشمنی که قصد کشتنش داره با مالش خیانت نمینه، حقش خیانت نمینه. ای علی ایش ای فلانه ایش ای فلانه ایش ای فلانه در صاحباشون برسون. محمد صادق راستگو یگان بار دروغ نگفت، یگان باره قصد فریب یگان کس نکرد. محمد طاهر پاکیزه، در اصل پاکیزه بود. در حدیث صحیح بخاری میگه تمام سردارهای مکه جمع زدن پیش ابو طالب اومدن گفتن برام بچه دادرت بگو اگر مقصد ای دعوای پیغمبریش همین ثروتداری و منصبداری یا سرداری باشه اگر بخواه رئیس مکهش میمونه، اگر مال بخواه پول مال جمع می‌کنیم بایترین مکش میگردونیم، زن بخواه ای همه بزیبترین دخترامون میتیمش ای راهش بگرده، ای دین بابی و اجداد نه ای بین نبره بگرده، ای راه پیغمبر چیزی بخواه میتیمش بگرده. ابو طالب اومد گفت یا محمد صلی الله علیه وسلم گفتم سردارها همین چیزا میخواه، چیزی بخواهی دل تبا خواهش میرسونم، ای راهت بگرد. گفت یا عمو، ای عمه گفت اگر آفتاب در این دستم بمانن مهتاب در این دستم گفت ای راه من نمیگردم. اگر آفتاب در دست راستم بمانن مهتاب در دست چپ من ای راه من نمیگردم. گفت محمدی طاهر پاکیزه، ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. الله پاکیزه، غیر پاکیزگی دیگه چیز قبول نداره. محمدی رحیم، دلسوز، چقدر دلسوز و مهربان بود. دلسوزیش نشانش ابتدای سخن گفتن که وقتی مردنش گفت تمام امتیم که بعد دنیا هم میاد ای نام من سلامش بگی. ما امتای به همت و نالایقه که پیروی سنتش نداریم، ما امتایی که حقیقی دوستش نمیداریم، ما امتایی که وقتای زیاد میشه که فراموش کردگیم. ما امت وقتی مردنش فراموش نکرد، با جان دادن نبودی غم ز جانش، بخوردی غم برای امتانش. محمدی مهربان. حضرت عبدالله ابن عمر حدیث روایت میگه وقتی در خبر ماندمش لبهاش میجنبیده. میگه گفتم سبحان الله، منکر نکیر میپرسیده باشش چی لبهای میجنبه. میگه سرم بزی دهنش بودم، ای دهنش میفرمد که امتی امتی پروردگار امتان امتان. همه پیغمبر در قیامت نفسی نفسی وای جون خود میگه، جناب رسول میگه امتی. در همه حالت غم امت. نشانه رحیمی و مهربانیش بود، رحمتا للعالمین بود. دعا و محنت و خدمت او بود که ما امروز عبادت می‌کنیم، غمخواری او بود. مهربانی و دوستداری او بود که ما امروز به خدا و پیغمبر محبت داریم. بعد حضرت عیسی تا جناب رسول الله 500 سال یا 600 سال گذشت نگذشت دینش بین برفت.
عشق عیسی نمیگو، عشق خدا نمیگو. 1400 چند سال شد امروز الحمدلله همه ما و شما امروز حاج داملا ما را به خاطر محبت جناب رسول الله جمع آورد است. اگر محبت نباشه انسان نمینه. اگر محبت رسول الله در دل ایمان هم بود نمی اومده میشه. در دل مؤمن مقام مصطفی است، آبروی ما زینام مصطفی است. ما هر چیزی داریم از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. حرمت و قدر و فضیلت و مرتبه و چی مقامی که داریم، چی صفا و صمیمیتی که در جمعیت ما، همش ای برکت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم. محمد رحیم و آخرش محمدی حکیم، محمدی با سواد، محمدی که همه حرکتش با سوادانه بود، با علم بود. هزارها افسوس که امروز امتش ای علم دور مونده. قرآنی که بهترین هدیه را محمد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آورد، قرآن امروز در بین ما اومد غریب شده. من چی کردم با شما که خوار زارم کرده اید، پیش هر لامذهب به اعتبارم کرده اید، در میان کوچه پرگرد و غبارم کرده اید. در قیامت از شما قرآن شکایت میکند. این قرآنی که بهترین هدیه پروردگار و بهترین تحفه رسول الله برای ما اومد، که بعد رفتنش گفت ترکت فیکم شیئین، گفت دو چیز بعد خودم در بین شما باقی میمونم که رهبر و راهنمای شما های. کسی که به این دو چیز چنگ بزنه و زندگی کنه در دنیا بدبخت و خوار و رسوا نمیشه و در آخرت و عذاب خدا گرفتار نمیشه. و این دو چیز اگه در بین شما میمونم، هزار افسوس که امروز این دو چیز در بین ما غریب شده. اینا چی بدن؟ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسوله. بعد رفتن من گفت دو چیزی راهنما داره شما، یکمش کتاب خدا قرآن، دیمش سنت های من. و همین دو چیز سخت چنگ بزنه گفت شما در دنیا بدبخت رسوا نمیشه، در آخرت به عذاب پروردگار مبتلا میشه. هزار افسوس که امروز این دو چیزی بود که جناب رسول الله را به مقام عالی رسوند، حکمت و علمش، امروز در جمعیت ما کم بوده. اکثر مسلمان زاده ای قرآن دور شده. هزارها افسوس که بعضی انسان ها سینشو به جای بلند رسیده، قرآن خونده نمیتونن، ولی معنای قرآن بشه. ما مسلمان باید معنای قرآن بدونیم، برای او کتاب زندگی ما های. گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر بخواهی سلامت و سربلند و سعادتمند در این دنیا زندگی کنی، فقط باید با گفته قرآن زندگی کنی. هزارها افسوس که امروز قرآن هم در جمعیت ما غریب شده، علمش ای بین جمعیت دور شده و سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کم تمام امت عملیه. هر یک کدوم ما و شما برادرای عزیز حرکت کنیم که سنت های جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در حیاتمون زنده کنیم، عملی کنیم و حرکت داشته باشیم که رفتار و کردارمون موافق به حیات جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. اکنون وقتم خیلی رفت، دعا کنیم در آخر قاری و مولود خانه خداوند بزرگوار این خیر احسانی که حاج داملا کردن به درگاهش قبول بگردانم. پروردگار را بار الهی ثواب این ختم ها را ثواب امر معروف و روح پاک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان. پروردگار را روح پاک ای ما امتای نالایق خرسند شاد و راضی بگردان. پروردگار را محبت رسول الله را در دلهای ما جا بگردان. پروردگار را پیروی از سنت رسول الله را برای ما نصیب بگردان. پروردگار را بار الهی در روز قیامت شفاعت جناب رسول الله را برای ما نصیب بگردان. پروردگار را برای جمعیت ما عزت و آبروی دنیا و آخرت نصیب بگردان. پروردگار را خاتمه اون به خیر بگردان. پروردگار را هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بگردان. از قهر و غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار مشکلی های دینی و دنیای ما را آسان بگردان. پروردگار این سگ هایی که امروز پیدا شدن که وزید جناب رسول الله رسم ها میکشن و سخن ها میگن، پروردگار اینها را نیست و نابود بگردان. پروردگار جناب رسول الله همه وقت حفظ امان خود در نگه بدار. پروردگار نام او بزرگوار هرگز و هر وقت به قدر به ارزش نگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین. آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین برحمتك یا ارحم الراحمین.